میلیسیا سوخت از آشکار شدن یک جنایت ننگین قتل پدر از دست پسر و بازداشت یک دزد سابقه‌دار برای دزدی خبر داد و گفت امروز در کونه‌بادام و اطراف هر یک جنایت را به کشتار اخیر 6 نفر در دهه سنجزار ربط داده با آب و رنگ و قصه پردازی پهن میکنند و در ذهن مردم احساس ترس و تعلقه را به وجود آورده ایستادند. اکبر شریفی سخنگوی رئیس وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت در گزارش ویژه با نام حادثه های جنایتی در کونه‌بادام که روز 15 میلیون سال 2024 در کانال پیک سوخت در یوتیوب نشر شد این عملها را اغواگری نامیده و خبر داد که مقامات میلیسیا در روزهای اخیر دو چنین جنایت را آشکار و معلوم کردند که در اصل این دو جنایت به حادثه های خونین سنجزار یگان ربط ندارند. از جمله روز 2 میلیون سال 2024 شهروند ابراروف فریدون قاسموویچ سال تولدش 1983 ساکن کوچه بابوکلان و فشار کونه‌بادام در حالت مستی وابسته به مسئله های اویلوی و مال و ملکی با پدر سالخورده‌اش ابراروف قاسم سال تولدش 1948 جنجال کرده. در جریان مناقشه پدرش را 2 ضربه کار زده است. موسفید 76 ساله بر اثر جراحت‌های برداشته‌اش در روی دستان پسرش به هلاکت رسیده است. خود فریدون ابراروف در گزارشش از کردش اظهار پشیمانی کرده میگوید دیگر یک عمر همچون فرزند پدرکش بدنام شد. چند ضربه زد؟ یک تا دوتا. پوره نیست ماس بدم خودم نمیدونم. بعد زدن چی کرد؟ دستش تو گفتن. تو شما آمده که پدر به حال بهوش نمیشه؟ نه. من خوبشون نبرد گفته گپ زدم تا سکاری آمده نه. همین بین مناقشه شما پدرتون یک نفر دیگر شاهد بود؟ ایام. مادرتون بود؟ ایام. دیدم همین جنجالتون؟ همجا بودم. نگو نصیحت نکردم نگفتن که بچه‌ام نکنی؟ اونجا وقتی نصیحتم شده گشنه همش دولس گوشی تیز شدم فرصت نشد. میگم خیلی وای نشد. نکردیم پشیمون من چون من انسانی پدرکش نیم. میلیسیا گفت فریدون ابراروف در اول مرگ پدرش را همچون حادثه ناخوش به قلم داده میخواست از جنایتش را روی پوش کند ولی تشخیص طبی و دادگاهی و تفتیش جای حادثه با شیوه های فوری و تفتیشاتی و کریمینالیستی در مرگ پدر این خاندان علامت های مرگ مجبوری را آشکار ساخت. مادر فریدون ابراروف در بیاناتش تصدیق کرد که شوهر او را فرزندشان کشت. ایلام زد توی غربتت توی اموکشم ایم اموکشم گفت که داداش من نه گفت کرده گرفتن و پتافتن. اکبر شریفی گفت فرزند پدرکش را در جامعه فرزند ناخلف مینامند. اشوریدن خبر قتل پدر از دست پسرش وجود جامعه را سر و پا درد فرا میگیرد. به ضد فریدون ابراروف بر اساس ماده 104 کودکس جنایتی روسیه با اتهام آدمکشی پرونده جنایتی آغاز کردند. به فرزند پدرکش بر اساس این بند قانون از 6 تا 25 سال زندان یا حبس عمرباد تهدید میکند. همین طور ساکن دیگر کونه‌بادام عمر رستم سال تولدش 1979 که قبلا با جرم دزدی 2 مرتبه زندانی شده است در یک حالت نصف شب با نیت دزدی وارد یک منزل در بنای بلند آشیانه در کوچه 8 مارس شده. در حالت دوم نیز شبانه به طور پنهانی وارد چایخانه بهادر واقع در کوچه اسماعیل سامونی شده است. در چایخانه شکار دزدی برار گرفته او از آنجا 400 سامون پول نقد و همچنین از یخدان یک مقدار محصولات خوراکواری را به یغما برده است. ولی صاحب خانه در کوچه 8 مارس از آمدن دزد خبردار شده هوشیاری را نشان داده است و او را وادار به فرار کرده است. تق تق شده آواز برآمد. آمده بینم گویم همین دریچه شدگی حرکت کرده در آمدنی بود یا تماشا کردنی بود که من آمده داغ زده حاضر می‌دارم توی گفتم که همین اگر گریخته واسه سیمتور گریخته رفت. از حادثه شدگی من کارمندان میلیسیا با خبر کردم با تیزی آمدند همراه کامیراهای همین حدود خانه ها بودگی و نشان دادیم دریافت شد. من شناختم من گفتم که همین شخص نقد میکند جبریده به ضد رستم عمرov بر اساس ماده 244 کودکس جنایتی روسیه با اتهام دزدی پرونده جنایتی آغاز کردند و به او چند سال زندان تهدید میکند. اما در مورد یگان پیشرفت در تحقیق کشتار پرسر و صدای یکباره 6 عضو 2 عائله در دهه سنجزار در کنار شهر کونه‌بادام
در گزارش چیزی گفته نشد. اکبر شریفی سخنگوی رئیس وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت بدون ارائه یگان تفصیلات گفت این حادثه تحت نظارت و تفتیش و تحقیق همه‌جانبه مقامات قرار دارد و در این سمت چاره‌جویی‌های لازمی اندیشیده شده است. در انجام گزارش او بار دیگر تاکید کرد که پیدا شدن هر گونه آوازه‌ها وابسته به شهر کونه‌بادام هدف ناپاک افراد بدخواه است که می‌خواهند تنجی و آسودگی مردم را خلل‌دار سازند. اما سخنگوی ملیس مشخص نکرد که منظورش از این افراد بدخواه کیست.